صدایی که چند نسل خاطره دارد. بله، صدای جورابک مرودوف، هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی و یکی از پایه‌گذاران موسیقی سنتی تاجیک. این استاد موسیقی 83 سالگرد عمرش را با مخلصان 2 عصرش در دوشنبه تجلیل دارد. بیایید یک جای شام ایجادی جورابک مرودوف را می‌بینیم. 63 شام ایجادی جورابک مرودوف با سرود رمزی بوی جوی مولیان آغاز شد و در این کنسرت از استاد رودکی تا لایق شیرالی 10 ترانه دیگر صدا دادند. شامی نه تنها سرود، شامی خاطره هم بود. جورابک مرودوف در آغاز کنسرت به یاد قابلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیکی در روسیه کشته شد، چند لحظه سکوت اعلان کرد. همین قابلجان همه دلش خون کرد، جگرش خون کرد، همه وحدت شد. تمام ملت ها همین 15 جمهوری ملت تاجیک و همدردی بیان کرد. این بزرگای ما همشه گفتگی، ما همه سرود آبا بگیم. همین مادرش به صبر جمیل، خدا که از جای جاش جنت شود و همون برادرش که حیات به هست، همون دامادش به همه ما اشتراک کنیم. بعدا این استاد سند سلسله سرودها را بر اشعار سینا، ناصر خسرو و مولانا ادامه داد که تالا را به دنیای حکمت برد. به ویژه سرود ای دوست هوادارانش را به وجد آورد. امروز کنسرت تمامی سرودها در بین تامین گویم چند 60 ساله کاریرشون یا 63 ساله کاریرشون، همه سرودها امروز گویم از همش پاپوری کرده چند قطار اجرا میکنن. خدا را شکر، قوتشان نقص، خداتون خیلی دیده ایستاده زنده میخوانن. خاطرشان بسیار خوب، شکر خدا، سلامتیشان خوب. برای همین من فکر میکنم انشالله همه خیلی رفتن گیرد، در 90 سالگیشان نیست، خدا خواهد کنسرت میمونه. آوازخوان شعر در این شام چند سرود 6 مقام از جمله عراق و ساقینامه بخارا و عشاق دوشنبه را اجرا کرد. عالی مقام خوانی باشد اوج برنامه کنسرتی بود که آن را به مخلصان عصر پیشینش بخشید. پس آن ترانه های شیخش را به مخلصان عصر نوش اهدا کرد. با مهنت خودشان به این قله ها رسیدگی هستند و 63 سال در صحنه سرود خواندن نصیب هر حافظ نیست. و امروز ببینید که چه زنده خوانده ایستادن. این زل ببینید تالار پر، 63 سال تالار جورابک مرودوف خیلی پر، در همه زبان ها سرود خواندن. ارتیست خلقی استر شدنشون 2 بار حمایه کردن. سرودی من تاجیک هم در اجرای سرایندگان جوان اجرا شد که مورد وصف جورابک مرودوف قرار گرفت. اصلی بسیار من تاجیکم بودن، اصلی بسیار من تاجیکم من این خوشبختی برای 5 جوان مردی آن جناب. آدم به آدم زنده است، میگفت مادر هر زمان من زنده باشم با شما ای آدمان. یکمی سرودی نظم دیگه من درسته که همین بود. بعد ما در سری قبرت آمدم باز، با مهر و محبت آمدم باز. اکنون اگر که خیلی گفت نیم همه سرود استاد خوب است. جورابک مرودوف با دستبرارانش صحنه را پر کرد و آنها در وصف استادشان رباعیات خوانی کردند. تقدیم گلدسته و جام پیشانی جزء دیگری برنامه کنسرتی بود. تمام دنیا را گشتن، شعر و آهنگ‌های تاجیکیت تمام دنیا را بردن، مردم را معرفی کردن. باور کنید این وقتی بلندتری این هر شده هنرمند این کار کردن نمیتونه. برای همین سفیر صلح هم گویه میشن، سفیر فرهنگ هم گویه میشن، سفیر مهر و محبت هم گویه میشن. همش به استاد سزاوار هستند. جورابک مرودوف اول سالهای 1960 به صحنه بزرگ وارد شد، زود شهرت یافت و تاکنون در صدر هنری والا ایستاده است. طول 60 سال به بیش از 100 کشور عالم سفرهای هنری داشت و همچون معرف خلق تاجیک در روی جهان شناخته شد.
در 83 سالگیش بیش از 3 ساعت در روی صحنه بود و همه ترانه‌هایش را زنده اجرا کرد. او وعده داد که تا 90 سالگیش در صحنه میماند. مهرفری نجیبی، آزیا پلیوس.